وقتی که شما تبلیغ میکنیم دعوت میکنیم یک عباره را زیاد میشنویم که اکثریت امروز میگن که با یک نفر ما چی میشود، ما یک نفر میتونیم چی را تمام کنم، چی کار ما میتونیم تمام کنم؟ یک نفر. حالا که برای منفعت شخصی ما این عباره را استفاده نمیبریم که ما یک نفر تا کجا میرسم. چی بنا که ذکر کردیم برای پیدا کردن ثروت، پیدا کردن علم، برای ما کوشش زیاد میکنیم و ما برای عباره یک نفر استفاده نمیبریم. در برابر ظلم باشد ما یک نفر تا کجا میرسه و ما شما در محفل در یادبود نفر قرار داریم که این عباره را استفاده نبود در زندگیش، از یک عائله کمیزات از داخل یک عائله حرکت کرد، کوشش کرد برای خود علم دریافت کرد و ثروت هم دریافت کرد و در حالتی که ظلم دید، در حالتی که ناعدالتی ها را دید و بالای سر خود اونم اومده بود، در اونجا باز هم نگفت که من یک نفر چیکار میکنم، یک نفر از دست من چی میاد. در اونجا هجرت کرد و در هجرت هم قرار نگرفت، در اونجا هم نگفت که من یک نفر چیکار میکنم، در اونجا هم کوشش تلاش کرد و در یکی از میدان ها برآمد و با سر بلند در دوره چرخ نزدن با زبان عادی، با زبان فهما برای همگان گفت که دقت کنید طرف یک کشور تاجیکستان فراموش نکنید، در اونجا ظالمی است و نامش هم حتی گرفت. این باری اول بود که در میدان سیاسی تاجیکستان یک شخص آشکار برآمد نام ظالم گرفت و مردم داخل تاجیکستان و جامعه جهانی را وادار ساخت که توجه به اون طرف کنند. این نگفت که یک نفر از دست من چیه و در کوتاه‌ترین فرصت زندانی هم شد، در کوتاه‌ترین فرصت زندانی هم شد و در داخل زندان هم نگفت که من یک نفر زندانی از دست من چی میاد و از داخل زندان هم صداش بلند کرد، با مردم در تماس و بعد از اون هم که آزاد شد فهمید که خطر براش باز هم زیادتر شد، خطر زیادتر ایجاد کرد در راه گرفتن خودش، در زندگی خودش، برای عزیزای خودش و در این حالت هم نگفت که یک نفر من چیکار کردن میتونم، باز هم دعوت کرد و چون با شبروان ما البته که نزدیک شناس بودیم، همکاریان داشتیم و حتی حالتهای بیماریش هم بیماری هم سر راهی سخنهای سر راهی برآمدهای نمیشد، همه وقت با مردم بود و سخنش هم میرسد و وظیفه‌ای که نزد خودش مانده بود همه وقت میگفت که وظیفه من این است که من حقیقت برای مردم برسونم، همین را برای خود وظیفه گذاشته بود. و چی بوده که پیشتر شما برادران سخن کردید در چند نفره که گفتیم که شادروان ما حتی همراهش صحبت هم کردگی نبودیم، حتی صحبت هم کردگی نبودیم، لیکن دعوتی و سخنهایی از طرف سطحی که شنیدیم ما را وادار ساخت که ما امروز در میدان سیاسی باشیم. نفر اول شمار از امروز در بین شما که با همراهی حاجی عمر از نزدیک شناس بودند و همکاری میکردند، نفرهایی که امروز در همین طالب قرار داریم و ببینیم این نفرها باز دعوت کردن در پهلوی این با شما نفرهای ششته هستند که با دعوت اینا آمدین امروز یک جا شدین و در دوام این روزها باز نفرهایی است که با دعوت همه شما در این حرکت سرجم آمدن یا که در مقابل ظلم مبارزه میبرند. یعنی چی؟ یعنی یک نفر تانست که کاری را انجام بده، یک نفر یک قوه را در فروندن او را یعنی که ساخت، شما را دعوت کرد و یک نفر ببینیم که یک نفر پس میتونست است که چون را تغییر بده و حرکت او یک نفر تا این روز حتی بعدی حیات او گرچند امروز جسمان در بین ما نباشد لیکن حرکتی که یک نفر کرد تا این روز تاثیر خودش در جامعه تاجیکستان برساند. پس چی؟ پس باید ما و شما این برای یک نفر از دست منشینی استفاده نبریم. امروز نفرهایی که در این حرکت قرار داریم و در اون مبارزه‌ای که هستیم در بین شما دیگر این در نیست یک نفر، یعنی شما دیگر یک نفر نیستید،
شما وقتی گفتین که ما یک نفر هستیم که نمیتونیم این وضع کرده آمدین و نفرها شدین یا قوت شدین و این خوب استفاده برین چون که این شما تنها نیستین و نفرهایی که مردم ما که امروز داریم از بیرون هستن میگن با یک نفر ما چی میشه شما امروز یک نفر نه شما امروز البته قواهایی هست که استفاده شون برین این مبارزه امروزه هست در راه درست اینها را استفاده برید این برای شما یک نعمت است ملت ها مردم زیاد هست که شب و روز در دل این هستن که یک تعداد نفرای پیدا بشد تا برای آزادی صف پیش بکشند تا با اونا شامل بشن ظلم از بین برن و امروز این نعمت از شما دارید امروز برای شما مهیا است این را استفاده برید نفرایی که تا این دنیا که با یک نفر نچی میشه امروز علاقه قوی هست این را استفاده برید و نگذارید که نفرهایی که امروز در مبارزه هستند نگذارید که به مثل برادر ما شادروان حاجی عمر یعنی بعد سر اون بعد قهرمان تراش کنید همراه حاجی عمر با یک جای کار فعالیت میکردیم و نفری که در این راه صادق بود لیکن زیاد نفرها غیر از اینه که چشمای خودشون کور میگرفتن گوشای خودشون کر میگرفتن به نفرهایی بودن که زیاد ناحرمتی ها میکردن زیاد تهمت ها بر حقش میکردن زیاد میخواستن سر راهش بشون و امروز هم میبینیم که همه گونه نفرها با از اون چون میکنن خودشون یک نقاب دوست کشیدن برشون از اون قهرمان تراشی میکنن و به چشم نشون میدن این نفرها را امروز مشاهده میکنیم منظورم این است که هر یک نفر که امروز میبینیم در مبارزه در زنده بودنش استفاده شو بریم این برای شما یک نعمت است در زنده بودن استفاده برید و برادرایی که مبارز هستین یکدیگر را قدر کنید در راهی که شما گرفتگین صادق باشین در جای اول باید برای شما را مبارزه باشه در جای اول برای شما را باید مبارزه باشه برای چی ما هر ساله یهودی را خیر میکنیم سوال هم میشود به چی خاطر به اون خاطری که جامعه جهانی مردم تاجیکستان ظالمین مظلومین مبارزین همه اونا باید بدونن که این برنامه سیاسی است این برنامه یک پیغام ما یک پیام ما به تمام شهروندان و به جامعه جهانی است که ما فراموش نکردیم و به شما بازم میرسونیم خاطر رسان میکنیم که نفری که میخواست برای مردمش آزادی بیاره در نزد زن و فرزندش برحمونه به قتل رسانده شد این یک پیغام است ما را فراموش نکردیم و نخواهیم کرد و تا اون بگیره که آخران نفری که در این قضیه دست داشت در این کشتار دست داشت جزاش نگیره این موضوع همه وقت هر ساله گذرانده می شود تشکر برای دقت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته